برادر سوال کرده است در تلفن ما که زکات چند سال نداده است. دو سوال کرده است. یک سوال این. دویم سوال این که نیت در زکات. برادرانی که زکات میدهند در دو جا میتوانند نیت بکنند. یکی نیت در حالت جدا کردن مال از دکان یا از خانه، وقتی که جدا میکنن که اینمین مال اینمین مقدار ما زکات میدهیم، همین جا کفایه کرد، نیت جای خودش را گرفت. البته نیت قلبی هست، نیت جای خودش را گرفت که این مال زکات است، برده میدهند. شرط نیست که اونها را بگن که پول زکات است. اونها مستحق زکات باشن، یعنی سزاوار باشن که زکات بگیرن، برده میدهند. این هم مسئله دوم، اگر در اینجا نیت نکردن، در حالت دادن نیت زکات بکنن. نیت زکات قلبی هست. اگر نیت زکات را بکنن، شرط نیست که اونها را بگن که برادر این زکات مال من هست. میدونن که اونها فقیر و مسکین هستن، مقداری برده با اونها میدهند و میروند. در این دو جا میتوانند اونها نیت بکنن. اگر در اون حالت جدا کردن کفایت میکنه، در حالت دادن نیت شرط نیست. اگر در اونجا نیت کردن، در حالت دادن باید نیت بکنن. و اون برادرایی که چند سال زکات را نداده اند، اونها در دیدگاه فقه مذهب امام اعظم رحمت الله علیه و دیگر فقها همین است که زکات خودشان را سالهای گذشتگیشان حساب کنند، زکاتشان را برآورند، زکات سالهای گذشتگی را برآورده عطا کنند.